سلام دوستان، وقتتون بخیر باشه. امروز میخوایم با هم دیگه آموزش استفاده از ورکفلوی دریافت رتبه کلمات کلیدی در نتایج گوگل رو با هم دیگه بررسی داشته باشیم و آموزش ببینیم. این ورکفلو به شکلی طراحی شده که شما بتونید به صورت تایم دار بهش بگید که چه ساعتی یا طی چه بازه زمانی کلمات کلیدی که داخل گوگل شیت بهت داده میشه رو در نتایج گوگل چک بکن توی ریژن ایران و به زبان فارسی و برای من در تلگرام پیامش رو ارسال بکن. نه تنها رتبه رو بررسی میکنه بلکه چک میکنه که آیا یورلی که شما در گوگل شیت بهش دادین دقیقاً همون یورلی هست که ایندکس شده یا یورل دیگه اونجا ایندکس شده و شما به یک ریزالت اشتباه برخوردید و این موارد رو به راحتی توسط این ورکفلو میتونید ترک بکنید. من کد جیسون این ورکفلو رو داخل توضیحات همین ویدیو قرار دادم. میتونید کد جیسون رو کپی بکنید و داخل انیتن خودتون قرار بدین. انیتنی که یا به صورت لوکال دارید استفاده میکنید، داخل سایت خود انیتن ثبت نام کردید، یا از طریق داکر یا سرور شخصی خودتون دارید از انیتن استفاده میکنید. در صورت این کد قابل استفاده است و میتونید به راحتی برای خودتون ایجادش بکنید. خب میریم که آموزش رو با هم دیگه داشته باشیم. خب این ورکفلو تشکیل شده از یک استارت که اینو میتونید تنظیم بکنید که هر چند وقت یک بار این کار رو انجام بده، ساعتی، روزانه، هفتگی، چند روزی یه بار، با توجه به اینکه محدودیتی داریم ما توی API که در ادامه بهتون میگم. باید دقت بکنید به تعداد کلمات کلیدیتون بستگی داره که چه تعداد کلمه ای رو میخواین به اصطلاح براتون ترک بکنه. در مرحله بعد ما نیازه که کلمات کلیدی و URL رو در قالب یک شیت به این شکل بهش بدیم، یک ستون شامل کیورد ها و یک ستون شامل URL های اون کیورد که ما قصد داریم بررسی بشه که با این کلمه کلیدی این URL یا این وبسایت کجا قرار داره. نکته‌ای که هستش توی گوگل شیت، شما باید یک کردنشیال یا یک دسترسی به انیتن از گوگل شیت خودتون بدید. روند کار به این شکل هستش که شما یک نیو کردنشیال باید بزنید و اینجا از شما یک کلاینت آیدی و یک کلاینت سیکرت بخواد که این دوتا رو باید بهش بدید. حالا این دوتا چیه؟ ببینید هر چی که شما خودتون سوال براتون پیش اومد توی داکس انیتن توضیحاتی داره و میتونید بررسی بکنید که به چه شکل هستش. اما خب بخوام سریعتر برم سراغ اصل داستان، اینه که شما باید برید توی گوگل کلاود حسابتون، حسابی که میخواین باش فعالیت بکنید و میخواین به انیتن معرفی بکنید. از این طریق یه پروژه ایجاد بکنید یا یک پروژه از اونایی که قبلا ایجاد کردید انتخاب بکنید و براش یک دسترسی به اصطلاح گوگل شیت بسازید. نحوه دسترسی به این شکلی که ما باید وارد APIs and سرویس بشیم که هم از این طریق و هم از طریق منو قابل دسترسی هست. شما وارد API and سرویس میشید و از اینجا وارد صفحه به اصطلاح دسترسی هایی که نیاز هستش داده بشه میشید. وارد کردنشیالز میشید، یک کردنشیال میزنید و از به اصطلاح این گزینه انتخاب میکنید که نحوه کردنشیالتون به چه شکل باشه. اینجا انتخاب میکنید که وب اپلیکیشن باشه، یک نام انتخابی براش میذارید و مورد بعد که اهمیت بالایی داره اینه که شما به یک ریدایرکت URL نیاز دارید. ریدایرکت URL به اصطلاح URL هستش که خود انیتن داره به شما اینجا میده. این رو باید کپی بکنید و بیاید توی اکانتتون و این رو قرار بدید و سپس کریت رو بزنید. وقتی که کریت رو بزنید به شما یک کلاینت آیدی میده و یک کلاینت سیکرت و شما با کپی کردن اینا میتونید اکانت گوگل شیت خودتون رو به
N8 متصل بکنید و زمانی که این اتصال انجام بشه خیلی راحت از اینجا میتونید به اصطلاح بهش دسترسی شیت خودتون رو بدید. میبینید که من هر چی شیت دارم اینجا مشخصه و برام میاره و میتونم شیت مربوطه و صفحه‌ای که به اصطلاح URL من داخلش هست رو به این شکل انتخاب بکنم. میبینید که اینجا برای من شیت 5 این گوگل شیت هستش و اینجا هم همین رو انتخاب کردم و خودش برای من به اصطلاح آورده صفحاتی که URL هایی که من قرار دادم داخلش. گام بعدی که قرار دادم به اصطلاح یک مرحله بچ هستش که به شکل گروهی و دونه دونه URL ها رو میفرسته به HTTP request. چرا این کارو کردم؟ به صورت کلی این نکته رو باید در نظر داشته باشید که گوگل شیت توی N8 دونه به دونه URL ها رو میفرسته و شما با هر بار ران کردن فقط یه دونه URL اول رو میفرسته و بعدش میره سراغ URL بعدی. و من چون میخوام توی هر بار ران شدن کل URL های منو چک بکنه، نیازه که یه بار از این استفاده بکنم و بهش بگم که مثلا 10 تا 3 تا 5 تا تعدادی که به اصطلاح به نیاز دارم رو برای من ارسال بکن. فقط این نکته رو در نظر داشته باشید. بازم میگم بستگی به محدودیت هایی که API تون داره این موضوع. خب میریم سراغ موضوع بعدی، HTTP request. در یک ریکوست از این کلماتی کلیدی که ما توی گوگل شیت داریم داخل سرچ گوگل داشته باشیم. اینجا ما به یک API دیگه نیاز داریم و نیاز داریم که یک API برای بررسی کردن سرو بهش بدیم. API های خیلی مختلفی هست که میشه استفاده کرد. من قبل اینکه ادامه بدم اینو تو پرانتز بگم که کل این ورکفلو همونجوری که گفتم در اختیارتون قرار داده میشه و این یه سرنخه. خودتون میتونید ارتقاش بدین، خودتون میتونید بهترش بکنید، API های مختلف و بهتر بذارید، اصلا API خریداری بکنید که محدودیتی نداشته باشه و بتونید خیلی راحت تر ازش استفاده بکنید و خیلی موارد دیگه قابل ارتقاءه و خیلی میشه روش کارهای مختلف و جذابی انجام داد. ولی برای شروع به صورت رایگان میتونید وارد سایت رابید API بشید. اینجا کلی API هست که برای شروع به کارتون میاد برای ماسه‌وکارا، API های مثل سمراش، Ahrefs و API مختلف دیگه ای که میتونید استفاده کنید وجود داره. توی این سایت ثبت نام میکنید، روند ثبت نامش خیلی راحته و زمانی که ثبت نامتون انجام دادید توی این باکس سرچ میکنید ریل تایم وب سرچ و این رو انتخاب میکنید. میبینید همینجا به شما گوگل سرچ رو هم میده و گوگل API هم میده. هر کدوم از این API ها میتونه کار شما رو راه بندازه واقعا و نیازی که یک تستی بشه و یک کاری انجام داده بشه و هر کدوم از این API ها توی همین به اصطلاح ورکفلو میشه گنجونده بشه. فقط نیازه که یه بررسی داشته باشید و خودتون تست بکنید. حالا چون من با این API پیش رفتم همین رو بهتون میگم و خیلی هم استفاده از کردن ازش راحته. سرچ میکنید ریل تایم وب سرچ و ثبت میکنید تا براتون پیداش بکنه. انتخابش میکنید از داخل API ما یه انتخاب شده، در واقع API پیدا شده. نکته که اینجا برای استفادهش وجود داره این هستش که به شما معرفیش میکنه، به اصطلاح اطلاعاتی که راجع به این API وجود داره رو معرفی میکنه. برای استفاده کردن ازش حتما باید بیاد این بالا و سابسکرایب تست رو بزنید، وارد صفحه جدیدی میشه. اینجا پلنی که مد نظرتون هست رو باید انتخاب بکنید. معمولا اکثر API های این سایه پلن بیسیک دارن که به شما به صورت به اصطلاح تست میذارن، امکان یا که به شما به صورت محدود امکان استفاده از این API رو میدن. این API 100 ریکوست در ماه رو برای شما ساپورت میکنه و شما میتونید
تا 100 ریکوست در ما به صورت رایگان از این API استفاده بکنید. حالا ما سابسکرایب میکنیم و ثبت میکنیم تا API برای این اکانت فعال بشه. زمانی که فعال شد به شما یک CURL میده، کپی میکنید و برمیگردید توی محیط N8N. CURL رو بعد اینجا ایمپورت بکنید. اینجا ورژن 2 انتخاب میکنید و به بقیه این موارد خیلی کار نداریم به جز مورد اول که به اصطلاح کوئری که قرار سرچ بکنه رو از شما میخواد. بقیه موارد رو باید به این شکل تغییر بدید. اینجا از شما میپرسه که ریژنتون تو این کشور باشه، آیا مخفف ایران هستش و به چه زبانی سرچ میشه، زبان فارسی، چه دیوایسی میتونید این حذف بکنید و میتونید بذارید باشه یا میتونید تغییرش بدید به موبایل و به موارد دیگه کار ندارید. فقط اینجا این دوتا رو آپشنال خودتون باید اضافه بکنید. حالا ما کلاولی رو به اصطلاح اضافه کردیم، میتونست باشه یا نباشه، اما این URL رو اضافه بکنید تا داخل به اصطلاح ورکفلو وجود داشته باشه. خب زمانی که ما API رو ست کردیم، کار بعدی که باید بکنیم فرستادنش به تلگرامه. البته قبلش ما یک مرحله قبل از این داریم و بهتون بگم که چرا من مرج رو اینجا گذاشتم. مرج برای این اینجا گذاشته شده که اطلاعاتی که از گوگل شیت دریافت کردیم با اطلاعاتی که از HTTP ریکوست دریافت کردیم جفتش ادغام بشه و به گره بعدی ارسال بشه. N8N به صورت خودکار زمانی که شما این ورکفلو رو اجرا بکنید و بفرستینش به کد، پیدا کردن و بررسی کردن این یه مقداری دچار سختی میشه و باید با آدرس‌های پیچیده تری پیداش بکنید، ولی خب با مرج تمام اطلاعاتی که از گوگل شیت و HTTP ریکوست وجود داره رو میفرستیم به گره کد. اینجا با توی گره کد چیکار میکنیم؟ اینجا بهش میگیم که URL هایی که ما توی گوگل شیت فرستادیم رو بگرد و توی نتایجی که توی HTTP ریکوست پیدا کردی چک بکن. هر جایی که بهش رسیدی رتبه رو یادداشت و رنگ رو برای من برگرد. این کار باعث میشه که رتبه شما توی اون لحظه و اون کوئری مشخص بشه. همچنین کار دیگه که میکنه اینجا بهش میگه که دامنه رو چک بکن و اگه دامنه توی نتایج بود ذخیره بکن و سپس چک بکن آیا URLی که ما فرستادیم با URLی که تو پیدا کردی از اون دامنه یکی هست یا نه. اگه یکی بود دقیقاً ما به هدفمون رسیدیم، اگه یکی نبود اینجا اتفاقی رخ داده و ما میفهمیم که یک به اصطلاح کوئری ما اشتباه ایندکس شده و از این طریق هم قابل ردیابی، قابل ترک کردن هستش. توی گره بعدی کاری که ما انجام میدیم ارسال این پاسخ به تلگرام. این یک کد جاوا اسکریپت ساده است که فقط یک پیام رو ایجاد میکنه از گره های قبلی و نتایجی که به دست اومده و میفرسته به گره تلگرام و اینجا جایی هستش که باز نیاز به بررسی داره. شما برای اینکه پیام توی تلگرامتون ارسال بشه مجددا نیاز دارید که یک کردنشیال از اکانت تلگرام خودتون ایجاد بکنید. من آموزش کاملش رو توی کانال یوتیوب هم گذاشتم، اما خب توضیح خیلی مختصری هم اینجا میدم و با همین توضیح هم میتونید کار خودتون رو راه بندازید. شما برای اینکه کردنشیال تلگرامتون رو کیه بکنید نیاز به یک بات تلگرام دارید، همین چیزی که من الان اینجا دارم و این بات رو باید از طریق یک ربات دیگه ایجاد بکنید. یکی از مشهورترین ربات ها باتفادر هستش. شما باتفادر رو سرچ میکنید، میاد اینجا از طریق منو نیو بات رو میزنید، بهتون میگه alright
اسمشو بهم بگو، اسمشو میگید و اکانتتون ساخته میشه. همین، هیچ چیز دیگه ای برای ساخت بات نیاز نداریم. بعد البته خیلی کارا میشه کرد. عکس به اصطلاح عکس پروفایل باتتون رو میتونید تغییر بدین، میتونید اطلاعات مختلفی بهش بدین، میتونید از همینجا هر ویرایشی که واسه باتتون نیاز دارید انجام بدید. و بعدی که باتتون رو ایجاد کردین حتما باید از اکانتی که میخواید بهش پیام داده بشه یک پیام به بات ارسال بکنید، چون برعکسش امکان پذیر نیست. یعنی تا زمانی که شما از اکانتتون به بات تلگرامی که ایجاد کردین پیام ارسال نکنید، برعکسش اتفاق نمیفته و اون به شما پیام ارسال نمیکنه و بعد استارت از جانب شما باشه. لذا بعد از اینکه بات رو ایجاد کردید دوباره سرچش بکنید و یک پیام یا یک استارت فقط بزنید تا باتتون ایجاد بشه و شما بهش یک پیام ارسال کرده باشید. شما برای اینکه کردنشیال تلگرام رو ایجاد بکنید به یک توکن نیاز دارید. زمانی که از طریق همین بات فادر بات رو ایجاد بکنید به توکنتون رو میده و میتونید اینجا بذارید و این اتصال اتفاق میفته. و نکته بعدی، خب اینجا مثلا سورس های مختلف و تنظیمات مختلفی هستش که میتونید ایجاد بکنید. یه نکته دیگه که فقط در واقع دو نکته دیگه باقی میمونه. یکی این که شما یک چت آیدی باید بهش بدین. چت آیدی شماره آیدی اکانتتون هستش، اشتباه نکنید با آیدی که خودتون انتخاب کردین متفاوته. لذا مجددا باید سرچ بکنید user info bot و اینجا استارت که بزنید بهت میگه که شما با این به اصطلاح آیدی تلگرام این آیدی رو دارید و کافیه که اینو کپی بکنید و داخل اینجا قرارش بدید و میشه چت آیدی شما. و در نهایت باید تکسی که اینجا ساخته شده رو بیارید و اینجا قرار بدید. حالا من چون قبل ایجاد کردم آندو میکنم و اینو درگ اند دراپ میکنید و اینجا قرارش میدید و تمام. کل این کاری که نیاز انجام داده بشه واسه اینکه این کار بکنه همینه. و این نکته هم بهتون میگم که کردنشیال گوگل شیت که کردنشیال تلگرام فقط کافی یه بار انجام بشه و زمانی که اینا انجام بشه ذخیره میشه و شما هر بار که بخواید یه ورکفلوی دیگه رام بکنید یا کار دیگه انجام بدید اینا دیگه نیاز به ثبت کردن نداره و فقط بار اول نیازه که شما کردنشیالش رو به انیتن بدید. حالا من ذخیره میکنم و میبینید که ورکفلوی ما امیدوارم به زیبایی خودش انجام بده. بسیار عالی. ورکفلوهای مختلف دیگه هم در آینده نزدیک به دستتون میرسه و اگه ایده‌ای دارید میتونید حتما با انیتن پیاده بکنید. خیلی قدرتمنده و خیلی کار مختلفی میشه باهاش انجام داد. متشکرم. اگه سوالی یا موردی در رابطه با این ورکفلو بود من در خدمتتون هستم. به امید دیدار شما عزیزان. خدا نگهدار.